مادرها شبیه هیچ کدوم از مخلوقات خدا نیستن. عجیبه که همیشه نگران ثانیه‌های زندگی بچه هاشونن. عجیبه که در بدترین شرایط هم هیچ وقت بهشون پشت نمی‌کنن. قهر نمی‌کنن، هوای بیقراری هاشونو دارن. تنها کسی هستن که هیچ گره کوری به قلب و احساس بچه هاشون نمیزنن و حتی زخمایی که به دل اونا نشسته رو ترمیم میکنن. عجیبه که مادرها رو هم خدا آفریده و ما رو هم خدا آفریده. به قول شاعر که میگه هر دو انسانی، اما این کجا و آن کجا. خدا به من دادت بشی همیشه سایه سرم، بدون تو بهش چیه من حاضرم بهش نرم. نگاه به تو برای من عبادته.